عوض کردن. آقا خوب و خوش و سلامتی؟ چه خبرها؟ آقا بریم سراغ دایناسور پارتی نظام و جمعه بازار ولایت. میخوایم ببینیم نماینده فسیل عظما تو اولین نمایش جمعه بعد از زخوری چی میگه و چه سوتی پلویی واسه علی گدا تیار میکنه. برادران و خواهران، مقاومت مردم در مقابل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا را مأیوس کرد که بتواند با تحریم و تشدید و تمدید آن مردم را به زانو درآورد و تسلیم نماید و آمریکا را مجبور ساخت تا باور کند راه علاج تهدید و زور و فشار نیست، بلکه باید به احترام و تکریم ایرانیان رو آورد و گفت اگر دستاورد هسته‌ای را کنگره رد کند، من رد را به تو می کنم. پسر عجب ابعادی داشته این توافقا. آقا چرا این دشمنای نظام هی میگن زرخوری کجا بود؟ مگه ندیدید این شیخ ابوالپشوالی چی گفت؟ میگه شیطان بزرگ به زانو در اومده. اصلا الان قرار 5 به علاوه 1 بیان دور عمامه علی گدا بچرخن و بادش بزنن. خب بقیه‌اش هم بگو ببینیم دیگه چه اتفاقای مهمی افتاده که ما خبر نداریم. از همین حالا چیزهایی به گوش میرسد که نشون دهنده زیاده خواهی های اونهاست. مثلا میگویند ایران باید 2/3 کانتریفیوژ های خود را تحت نظارت بین المللی ذخیره کند. چی؟ فیوژ های خدا؟ یه بار دیگه بگو. کانتریفیوژ های خود را تحت نظارت بین المللی ذخیره کند. بابا تو که میخوای بیا روزه هسته‌ای بخونی لااقل قبلش اسم سانتریفیوژ رو یاد بگیر، بعد برو بالای منبر. بعدم تو که الان گفتی استکبار و شیطان بزرگ همه جلوی علی گدا زانو زدن، پس چی شد؟ خب حالا نظارت روی کانتریفیوژ ها رو که گرفتیم، بقیه‌ش هم بگو ببینیم بالاخره چیزی کف دست عظما میذارن یا نه. طی 10 سال آینده غنیسازی نکند، 98% اورانیوم غنی شده خود را کنار بگذارد و این میزان ذخیره تا 15 سال آینده ثابت بماند. تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و سیاست ایران در خاورمیانه را به منظور افزایش امنیت اسرائیل حفظ خواهیم کرد. صنعت هسته‌ای باید محدود شود. پذیرش نظارت‌های گسترده مورد قبول باشد. محدود شدن ظرفیت غنیسازی برای دوره 10 سال، محدود شدن تحقیق و توسعه و مسائل فراوان دیگر. این زیادی خواهی های آنهاست و بالاخره هشداری است به هیئت محترم ایرانی که بیانیه و پیوستها را به دقت زیر نظر داشته باشند، مبادا چنین چیزی اتفاق افتد. مبادا چنین چیزی اتفاق افتد؟ بابا ساعت خواب چی رو مبادا؟ اتفاق افتاد تموم شد رفت، علی گدا زهرم انداخت بالا و فینیش. بابا آخه بعد از زرخوری که دیگه نمیشه هی به نعل و هی به میخ زد. خب همینجوری خیلی بالا میاد دیگه. بالاخره این بسیجی بدبخت بیچاره فلک زده زانو زدن استکبار جلوی علی گدا رو باور کنه یا برباد رفتن هسته نیست علی گدا رو؟
همین حرفا میزنید، بعد بسیجی ها گیج میزنن و حیرون میشن که جشن بگیرن یا نه عذا بگیرن. بابا این ادا و اطوارا فایده نداره. 2 روز دیگه این بادکنک میتره که اون وقت علی گدا میمونه و حوض بیاب سنگین و هسته بی هسته و طلسم شکسته. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.